سلام بچه‌ها، امیر هستم. این اولین ویدیو یوتیوب منه. الان من چیکار کنم؟ و ممنون میشم سابسکرایب کنید و زنگوله بالای تصویر رو بزنید و ما رو دنبال کنید. خیلی ممنون میشم، به حمایتتون نیاز دارم. بیا پایین نبود سرمون درد گرفت بابا. خب نکاتی که برای خرید PS5 شما باید بدونید راه حله. مرسی. اینه که چه سری بخرید. مثلا سری 10، سری 11، سری 12. سری 10 PS5 سری 10 سری‌های تولید تازه عرضه هست که قابلیت کپی خورد شدن رو دارن و سری 11 باگای زیادی که سری 10 داشته رو برطرف کرده و سری 12 که جدیدترین نوع کنسول فعلا که تازه اومده دیگه تمام باگای سری قبل رو از بین برده. تا کریسمس PS5 های سری 12 عرضه های جدید هستن و اینکه PS5 که جدید اومده که بهش میگن PS5 اسلیم، این که باید بگم اصلا PS5 اسلیم نیست. این PS5 رو ما ایرانی ها میگیم اسلیم ولی اسلیم نیست. این PS5 همون PS5 فته و تنها فرقی که کرده چند تا تغییر جزئی مثل ابعادشه که کوچیک‌تر شده، سبکتر شده. مهمترین تغییری که PS5 جدید کرده اینه که 1 ترابایت خالص شده. حالا یعنی چی؟ یعنی که PS5 های فت 1 ترابایت خالص نبودن، یعنی اینکه میگن 1 ترابایتن ولی 800 گیگ بودن، 200 گیگش هم که خود دستگاه پره، پس 600 گیگش قابل استفاده هست. و این PS5 های جدید که 1 ترابایت خالصن، 200 گیگشون هم که پر باشه، 800 گیگشون قابل استفاده است. خب یه سوالی پیش اومده که چه ریجنی بخریم؟ ریجن آسیا، ریجن اروپا، آمریکا، چین؟ باید بگم برای ریجن ها هیچ فرق خاصی ندارن و اینکه تنها ریجنی که نباید خرید ریجن چینه، به خاطر اینکه چین یه ریجنیه که نمیشه از اکانت های هکی، اکانت های قانونی استفاده کرد و برای بازی کردن خیلی اذیت میکنه. ریجن آسیا، اروپا، آمریکا هیچ فرقی ندارن. قیمت اروپا حدوداً چند برابر گرونتر از آسیا هست و آمریکا. اینم به خاطر اینه که مسافت طولانی که از خارج کشور وارد ایران شدن، این یکم باعث میشه که قیمتاشون بالاتر بره. PS5 ریجن اروپا و آمریکا یه خوبی که دارن قطعات داخلیشونه یکم بهترن. بازم میگم هیچ فرقی ندارن. قطعات داخلشونه که یکم فرق دارن که برای بازی های آنلاین سرورهای اروپا و آمریکا خیلی بهتر هستش. برای همین ریجن اروپا آمریکا برای این مورد خوبه، ولی در کل آسیا به صرفه تره و میشه ریجن آسیا رو تهیه کرد و استفاده کرد. و اما نکته‌ای که برای خرید PS5 باید مد نظر داشته باشیم اینه که وقتی میخوایم PS5 بخریم حتما باید زیر دستگاهشو نگاه کنیم و اینکه این مورد رو کامل اینا رو بخونیم و دیگه اگر برچسب باشه که تقلبیه و حتما یه ریگی تو کار هست دیگه، ولی حتما هنگام خرید PS5 مد نظر داشته باشید PS5 تون رو که آنباکس کردید، ریجنی که روی جعبه نوشته 12-16 با ریجنی که اینجاست مقایسه کنید. اگه ریجن یکی بود که PS5 تون درسته و اینکه پایه PS5 بس کردن این پایه چطوره؟ به 2 شکله، عمودی و افقی، که به این شکل تغییر جهت میده. اگه بخواید به صورت خوابیدنی PS5 رو بذارید به این شکل به سمت مربع های پشت دستگاه که قابل دید هستند، ما این چنگک ها رو به صورت ساده میذاریم و اینو تغییر جهت میدیم و PS5 وای میسه و بابا نه پدر سگ میشه به صورت ایستاده گذاشت. PS5 خودش وای میسه ولی خب اگه پایش باشه خیلی بهتره. و اما برای گذاشتن پایش حتما پایه رو باید به این دندونه های PS5 متصل کرد
متصل کردید به PS5 یه پیچی هست که به این صورت به مرکز این دایره باید متصل بشه، مرکز دایره متصل بشه و سفت بستش که PS5 بمون دیگه مطمئن باشیم نیفته. و اینکه که سوال میکنن PS5 ایستاده گذاشتنش بهتره، عمودی گذاشتنش بهتره یا افقی؟ PS5 فرقی نداره، منتها مایه داخل PS5 که میگن جیوه اگر افقی باشه به ظاهر میگن که بعدها از دستگاه میریزه و باعث سوختن دستگاه میشه، پس عمودی بذاریمش خیلی بهتره. و دیگه قطعاتی که لازمه حین خرید برای PS5 انجام داد: یه پایه شارژر برای دسته ها که دسته ها به صورت ایستاده روی پای شارژر قرار میگیرند، و اینکه یه دسته اضافی برای PS5 برای خود دستگاه، ترجیحاً یه فن باید خریداری کرد. اگه مشکل اینو دارید که برقای خونتون به صورت اتوماتیک فیوزا خونتون میپره یا مثلا برقا میره، اینو بگم که PS5 یکم تو این زمینه خیلی ضعیفه که اگر داخل بازی باشید یا مثلا PS5 بهتون روشن باشه، برق که بره امکان سوختن و آسیب دیدن باتری و هارد دستگاه خیلی بالاه. یه مصرف برق تهیه کنید که باعث خدای نکرده سوختن دستگاه شما نشه. خب بچه ها، ویدیو تموم شد. ممنون میشم که سابسکرایب کنید، زنگوله بالا تصویر رو بزنید و اینکه حمایتتون خیلی به من کمک میکنه. متشکرم. یا علی.